مهمترین عمل هم تو ماه رجب، مهمترین عمل استغفاره. حالا اونایی که میتونن روزه بعضی از روزاشو بگیرن سر جای خودش، ولی مهمترین عمل ماه رجب استغفاره. گفت شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام. آدم اول به هر حال پاک بکنه، بعد دیگه وارد ماهای بعد بشه. اگه آدم بتونه تو روز استغفار بکنه، و حالا استغفار لفظی هم نه، عملش مهمه. یعنی مهمترین عمل، گاهی موقع سوال میکنم مثلا ما ماه رجب چی کار بکنیم؟ حتما دنبال یه عملی، یه ذکری هست. مهمترین کار اینه که بپرسی چی کار نکنیم. اون کارهایی که نباید بکنه رو آدم انجام نده. این ماه رو فقط مواظب باشه، بنا رو بگذاره برای این که مراقب زبانش و مراقب چشمش باشه. مراقب زبانش باشه که گناه نکنه و مراقب چشمش. باز اتفاقا تو دعای همین ماه داره که خدای چشم من رو و زبانم رو کمکم کن که بتونم حفظش بکنم.